سلام دوستان عزیز، سلام و تمام شما عزیزانی که ما را از این صفحه میبینین. دوستان عزیز، ما میخوایم امروز بخشی از کلام خداوند را کتاب پیدایش باب 1 آیه 26 و 27 با شما شریک کنم. برکتی که من از آیه گرفتم میخوایم با شما هم شریک کنم. عزیزان، در باب 1 کتاب پیدایش آیه 26 و 27 کلام خداوند وقتی انسان را آفرید چنین فرمود: آنگاه خدا گفت انسان را شبیه به خود و به صورت خود ما میسازیم. و خداوند انسان را شبیه به خود و به صورت خود آفرید و گفت که انسان را شبیه به خود میسازیم تا بر تمام جانداران زمین حکمرانی کنه. دوستان عزیز، ما از این آیه برداشت اولی ما این است که خداوند خودش را به تک شخصیتی معرفی نمی، و چندین شخصیت معرفی میکنه. و در بخش دیگیش که انسان را گفت ما می آفرینیم و اقتدار میتیم که تا در زمین حکمرانی کنه بر تمام جانداران. ما این برداشت میکنیم که انسان را خداوند قدرت داده تا حکمران باشه. اما اینجا ما این حکمرانی ما رو در دو بخش تقسیم کردیم. یکی بخش اول ما این اقتدار یا این حکمی که از خداوند گرفتیم برای ما این چیز را بیان میکنه که ما باید طبق اراده خداوند زندگی کنیم و طبق اراده خداوند در هر جایی، در هر محیطی که زندگی میکنیم او اراده خداوند، خواسته های خداوند، چیزی که خداوند از ما خواسته در کلامش رو باید رعایت کنیم. دومی چیزی که ما میبینیم در زندگی ما انتخاب دومی ماست. انتخاب دومی ما است که ما به اساس نفس خود انتخاب میکنیم خواسته های خود را و اراده خداوند در نظر نمیگیریم. نفس ما اکثرا خواسته هایی داره که مثلا پول دوستی، جا طلبی، قدرت، تکبر، قضاوت و از اشکالاتی که در زندگی ما داریم، اینا رو ما در بخش دوم میبینیم. اما بخش اولش که اراده خداوند ما در نظر میگیریم، خواسته های خداوند همیشه در صدر زندگی ماست. برای ما چی برکاتی داره؟ من اینجا یک چند بخش از کلام خداوند میخوایم با شما شریک کنم. یکی کتاب اول مزامیر باب 1 آیه 1 تا آیه 3 را ما میخوایم به شما بخوانم. میگه خداوند چنین میگه به کلام خود، میگه خوشا به حال کسی که در مشورت شریران گام نزند و در راه گناهکاران نایستد و در محفل تمسخرگران ننشیند، بلکه رغبتش در شریعت خداوند باشد و شبانه روز در شریعت او تعامل کند. او بسان درختی است نشانده در کنار جویبار که میوه خویش در موسمش آرد، به بار و برگش نیز پژمرده نشود و در هر آنچه کند کامیابد. ما دوستان عزیز در این بخش از کلام برکات خداوند را در چی میبینیم؟ در اطاعت خود ما میبینیم. وقتی ما اطاعت کنیم از کلام خداوند به ما برکت میده. خداوند به ما توانمندی میده تا در مقابل سختی های زندگی، در مقابل مشکلات، در مقابل وسوسه ها مبارزه کنیم. و در این باب، در این آیه، البته در این باب 1 در آیه 4 باز خداوند چی گفته؟ برای کسانی که شریرن، دنبال خواسته های نفس و خواسته های خودش هست، این که میگه لیکن چنین نیستن شریران، بلکه همچون کاهن که دستی باد میراندشان. پس شریران را در داوری تاب استادن نیست و نه گناهکاران را در جمع پارسایان، زیرا خداوند راه پارسایان را میپایماید اما طریق شریران و نابودی میانجامد. بخش دوم ما که انتخاب نفس ما بود، خداوند در کلامش واضح گفته کسی که در راه شریران، تمسخرگران و کسانی که تکبر دارن، خودخواهی دارن، جا طلبی دارن و خواسته های نفس خود در پیش گرفتن، خداوند اونا رو گفتن اونا مثل بادن که در دست باد سپرده میشه و در هر طرف پراگنده میشه. این برای موضوع یک خبر خوش ای است که ما اطاعت کنیم از کلام خداوند، اطاعت کنیم از فرمانهای خداوند و توجه داشته باشیم به اینکه ما حکم فرماییم در زمین
حق و حقوقای کسانی که در اطراف ماست، چه هم نوان ما، چه بقیه جاندارانی که در زمین است. در نظر گرفتن حق و حقوق آنها یکی از امر و فرایض خداوند است در سر ما که ما باید انجام بدیم و این برکت است در زندگی ما. اما نااطاعتی که ما وقتی قدرت یا توانمندی رو داریم در یک مقامی قرار میگیریم و کسی هست که در زیر دست ما تو قرار میگیره، کسی هست که به ما تو پناه میاره، ما تو از او سوء استفاده کنیم، ظلم کنیم، کلام خداوند واضح به گفته که او دیگر در داوری داوری رو نخواهد داشت و در حضور من محکوم خواهد بود. از کلام خداوند ما برداشت میکنیم که ما باید طبق اراده خداوند زندگی کنیم. و در بخش دیگه این باب یک در باب 119 کتاب مزامیر آیه 1 رو ما میخوانیم تا 3 را میگه خوشا به حال آنانی که در راستی گام برمیدارند و از شریعت خداوند پیروی میکنند. خوشا به حال آنانی که شهادات او را نگاه میدارند و به جان و دل او را میجویند، به هیچ روی کجروی نمیکنند بلکه در راههای او گام میزنند. اینجا ما خداوند همیشه به ما چیزایی که مژده داره، چیزایی که برای ما برکت داره، گفته خوشا به حال. ما همینطور مثالی هم داریم که میگیم خوشا به حال فلانی موفق شد، خوشا به حال فلانی توانمندی کار را داشت، موفق مثلا یه زندگی خوبی داره یا فرزند خوبی داره. خلاصه ما یک مژده به او آدم میدیم. همینطور خداوند در کلامش برای ما مژده دادن و این موفقیت را ما در کجا میتونیم در دست بیاریم؟ چطوری میتونیم به دست بیاریم؟ ما آدرس دقیقی هم داریم. او هم چی است؟ کلام خداوند. کلام خداوند ما دوباره در مزمور 119 آیه 105 میخوانیم. کلام تو برای پاهای من چراغ و برای راه من نور است. پس پیروی اطاعت از کلام خداوند و این که ما اعتماد داشته باشیم به خداوند و کلام خداوند را دقیق بخوانیم و تفکر کنیم دربارش، برای ما برکت خواهد داشت. دوست عزیز تشکر از اینکه وقت خودت دادی و این ویدیوی ما را دیدی. این شهادتی بود از زندگی خود من که ما وقتی ایماندار شدیم، قبل از ایمانم توانمندی آنچنانی نداشتیم، واقعا درک آنچنانی نداشتیم که خداوند برای چی مرا آفریده. من احساس میکردم یک انسانی بنده ام، باید تا میتونم عبادت کنم. دیگه درک آنچنانی نداشتیم. وظیفه آنچنانی که من فعلا حس میکنم برای خودم اون موقع نمیفهمیدم از وظیفه، از این که خداوند به ما چه اقتدار چه توانمندی داده. حالا میفهمم و برکت میگیرم. خدا را شکر برای خدای زنده، برای کلام خداوند، برای روح خداوند که در ما ساکنه، ما را آموزش میده، ما را توانمندی میده تا بتانیم خوبی ها و بدی ها را تشخیص بدیم و وظیفه خود را در این کره خاکی بفهمیم. خداوند به تک تک شما برکت بده. خدا یار و نگهدارتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.